حکیمی را پرسیدم دلت چه خواهد؟ گفت اون که دلم هیچ نخواهد. مولا سلام الله علیه میفرماید و من استشعر الشعف بها ملأت ضمیره اشجانا لهن رقص علی سویداء قلبه. یک مسئله روانی عجیبی است. میفرماید کسی که شعار خودش قرار داده خوشحال شدن به وسیله دنیا رو، یعنی جزء ذاتش شده که وقتی براش پیش آمده خوبی میکنه این خوشحال شه، نتیجه این عمل چه خواهد شد؟ این قلبش مال غصه است. ظاهرا هم ممکنه بخنده، اظهار خوشحالی هم بکنه، اما در باطن روحش یک قصه هایی است که اونجا در باطن روح اینا مشغول رقصن. خیلی تعبیر عجیبی است. ما یک محبوبی گرفتیم از دستمون میره، قصه میخوریم، یا خواسته ای داریم عملی نمیشه ناراحت میشیم. اگر کسی توانست طوری بشه که محبوب نگیره، این دیگه فقدش متأثرش نمیکنه، به واسطه چی ناراحت میشه؟ چی از دست رفته؟ محبوبی نداره. این یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندن.